جسدهایی که ما بررسی کردیم تو بحث سلاح و زاویه ورود و این حرفا، موارد خیلی زیادی مشاهده شده که افراد از ناحیه طاق سر، یعنی قسمت بالای سر ورود داشتن و خروج نداشته، یا از بالا خورده از قسمت‌های پایین خروج کرده. با توجه به زاویه ورود و محل اصابتی که صورت پذیرفته توی این موارد، توی این کیس، نشون میده که کاملا تیرانداز در یک ارتفاع بسیار بالا و کاملا مسلط توی خیابون‌های اصلی، غالبا همین افراد از ساختمان‌های نیمه کاره، ساختمان‌های در حال ساخت یا از اینا استفاده میکنن. از قبل با برنامه‌ریزی قبلیشون میدونستن چه ساعتی بوده توی سر، و افراد آموزش دیده بودن، جوانی حدوداً بین 25 تا 30 سال میخوره باشه که مورد اصابت گلوله اسلحه‌های ساچمه‌زن شکاری گیج 12 قرار گرفته. خب این اسلحه‌های گیج 12 تنوع زیادی توی نوع ساچمه دارن. اینا ساچمه‌های شماره 6، فشنگ‌های شماره 6 گیج 12. حالا اصطلاح عامیانه‌شون 9 دونه هم میگن. این دوتا گلوله رو ما از بدن این جسد استخراج کردیم امروز، با همین جواز دفع به عنوان نمونه گذاشتیمش. اصل مأموریت این نوع فشنگ‌ها در شکار استفاده میکنن. تو فاصله های 5 متر به بالا، 6 متر به بالا، هر کدوم اینا به شدت کشنده، جراحت جدی و شدید. حتی اگر مثلا این گلوله چون از تربه هستن غالبا به جسمی مثل جسم انسان برخورد بکنه، استخراج نشه، با سرعت بالای عفونت و باعث فوت انسان میتونه باشه. به جرئت میشه گفت که این نوع فشنگ‌ها استفاده شده برای گرفتن خسارات جانی بیشتر، یعنی تلفات بیشتر. به صورت مشخص استفاده کردن که به محض برخورد بتونه جراحتی در حد مرگ یا نقص عضو ایجاد بکنه که رعب و وحشتی ایجاد بکنه در بین مردم.